سلام بیننده گرامی، امروز پنجشنبه 16 ایول است، ساعت به وقت پراگ 10. حالا نگاهی میاندازیم همراه با شما به سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز. من میرزا نبی خالقزاده هستم. برنامه اخبار آزادی ساعت 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیم نشر می شود و ثبت شده می توانید آنجا ببینید. ما سپاسگزارم که شما ما را همراهی میکنید. پروازهای منتظم هواپیماها از خارج به تاجیکستان هنوز بسته است و شرکت‌های تاجیک ایر و سامان ایر برای بازگردانی شهروندان در خارج درمانده پروازهای چارتری انجام می شود. قرار بود چنین یک پرواز را شرکت تاجیک ایر انجام دهد و این شب مسافران را از مسکو به دوشنبه برد، اما با سبب‌های تاکنون نامعلوم این پرواز دایر نشد. شرکت سامان ایر اعلان کرده است که برای آوردن تاجیکان درمانده پرواز مخصوص را به خط سیر دوشنبه استانبول دوشنبه به نقشه گرفته است. قرار است پرواز روز 17 ایول از دوشنبه ساعت 6:20 و از استانبول 10:05 به وقت محلی انجام شود. سامان ایر میگوید تاجیکستانی هایی که خواهش بازگشت به وطن را دارند باید در بازگشت به نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در ترکیه خود را ثبت نام نمایند. 18 ایول طبق رویخط نشر کرده وزارت کارهای خارجه قرار است پرواز چارتری از نوسیبیرسک مسافران را به تاجیکستان آورد. روز 21 ایول همچنان یک پرواز چارتری در خط سیر سئول پایتخت کره جنوبی و دوشنبه انجام می شود. این پرواز را که قرار است تاجیک ایر از کره جنوبی و ژاپن به تاجیکستان می آورد. یاری‌های بشردوستانه کره جنوبی به تاجیکستان را نیز قرار است با هواپیما دسترس کرده کنند. بیننده ارجمند، روی خط پره پروازهای چارتری در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org دسترس است، می توانید به آن مراجعه کنید. دادستانی کل تاجیکستان میگوید برای معلوم کردن پدر کودک 2 ماهه دختر نابالغی که تجاوز شده است او را تشخیص DNK میکنند. تشخیص در دایره تحقیق پرونده جنایی تجاوز جنسی ساکن 13 ساله از ناحیه حصار انجام میگیرد که مرد 42 ساله را به تجاوز او متهم میکنند. فرخ رؤوف معاون سردار ریاست نظارت تفتیشات پیشکی دادستانی کل تاجیکستان در دوشنبه در یک نشست خبری گفت حادثه هنوز تا تولد کودک مورد تفتیش پیشکی قرار داشت و تشخیص DNK برای آن انجام می شود که پدر بیولوژیک کودک را معلوم کنند. مردی که به تجاوز نابالغ متهم می شود این کار کرده است که طفل فرزند او است. نام و نسب دختر نابالغ، نام متهم به جنایت و زادگاه آنها برای رادیو آزادی معلوم است، ولی به دلیل‌های اخلاقی و حقوقی آنها را آشکار نمی‌کنند. والدان دختر 13 ساله به رادیو آزادی گفتند که مرد همسایه دختر را سال 2019 در عاقل تجاوز کرده است و دختر از ترس به کسی چیزی نگفته است. به گفته والدان بعد 7 ماه شدن طفل در بطن او بیبی دختر نابالغ از آن آگاه کرده است که نبیرش حامله دار شده است. به گفته خویشاوندان دختر نابالغ نقل کرده است که مرد تجاوزگر در دست کار داشت و با تهدید و زوری او را تجاوز کرده است. قضیه تجاوز نابالغ که در تاجیکستان زیاد مشاهده نشده است بعد از آن سری زبان ها شد که رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان مقامات انتظامی را در پنهان داشتن این جنایت متهم کرد. او در یک مراجعه آشکارا به دادستانی کل تاجیکستان از طریق صحیفه‌اش در فیسبوک گفت که مقامات انتظامی در ناحیه حصار می‌خواهند این جنایت را پنهان دارند. شهروندان تاجیکستان در 145 موضع کشور می توانند به تلاشویی مشغول شوند. سراداره گیالوگی تاجیکستان میگوید با دستور حکومت منطقه‌های تلاشویی را برای فعالیت فردی در کشور معین کردند. الهام جان آی محمدزاده رهبر سراداره گیالوگی تاجیک روز 15 ایول در نشست در دوشنبه گفت که امروز در کشور 145 قطعه را معین کردند که ساکنان می توانند در آنجا تلاشویی کنند. مناطق زرخیز در شهر و نواحی عینی، باختر، ونج، درواز، دوستی، لخش، مسجد کوهی، مومن‌آباد و مرغاب معین شدند. در وادی زرافشان 31 قطعه تلاشویی معین شده است که 8 تا در مسجد کوهی، 13 تا در عینی و 8 قطعه در پنجکن بوده است. به گفته مسئولان گیالوگ تاجیک شهروندان با گرفتن اجازتنامه وزارت مالیه می توانند آزادانه به تلاشویی در این منطقه مشغول شوند، اما شرط این است که تلاشویان هنگام کار از تجهیزات که نیرویش بیش از 50 قوه اسب است استفاده نکنند. شهروندان طلای استخراج کردهشان را باید نقطه‌های رسمی دولتی فروشند. نرخ خرید طلا را وزارت مالیه تاجیکستان تعیین بکند. وزارت نقلیات میگوید تلاش و گفتگوها با ترکمنستان برای باز کردن راه ترانزیتی برای عبور ماشین‌های تاجیکستان نتیجه نداده است.
خدایارزاده وزیر نقلیات تاجیکستان روز 15 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت بعد درخواست ها برای باز کردن راه و نامه ها به ترکمنستان هیچ جواب نگرفتند. مقامات ترکمنستان از 4 فوریه سال 2019 دیگر اجازه ندادند که ماشین های باربر تاجیکستان از قلمرو آن بگذرند. این ماشین ها اساساً از ترکیه و ایران و دیگر کشورهای خلیج فارس مال می آوردند و به ترکمنستان وارد شده از طریق آن به تاجیکستان می رسیدند. راههای ترانزیتی ترکمنستان از راههای کوتاه و آسانگذر برای ماشین های باربری به حساب می رود که به تاجیکستان محصولات می آورند. مقامات وزارت نقلیات گفتند که راههای الटरनेटिवی را از جمله از طریق آذربایجان و گرجستان پیدا کردند و ماشین‌های تاجیکستان حالا از همین راه‌ها حرکت می‌کنند. خدایارزاده وزیر نقلیات گفت خرج سفر در این راه‌ها که درازترند زیادتر است. ترکمنستان بار اول سال 2018 نیم سال مرزهاش را بر روی ماشین‌های تاجیکستان بسته بود. مقامات ترکمنستان و یا سفارت این کشور در دوشنبه هیچگاه رسما دایر به این قضیه اظهار نظر نکردند. مراجعه‌های خبرنگاران رادیو آزادی نیز به سفارت همیشه بی پاسخ می‌ماندند. دست کم 4 نفر از نمایندگان سفارت تاجیکستان در روسیه به مریضی کرونا ویروس گرفتار شدند. در سفارت تاجیکستان روز 14 ایول به رادیو آزادی گفتند که حکومت روسیه از آنها درخواست کرده است روی خط کارمندانی را که با این نفران تماس داشتند در اختیار آنها گذارد. بر اساس معیارهای بهداشتی در روسیه افرادی که با گرفتاران کرونا ویروس تماس داشتند از تشخیص می‌گذرند و تا 14 روز به کرانتین فرا گرفته می‌شوند. آخر ماه می مقامات تاجیکستان اعلام کردند که پروازهای چارتری به تاجیکستان را به راه ماندند و شهروندان نیازمند را با نوبت به وطن برمیگردانند. پس از این در نزد سفارت مهاجرانی که خواهش بازگشت به وطن را داشتند جمع آمدند. هفته گذشته آنها اعتراض کردند که سفارت در روی خط آنهایی را جای داده است که در اصل نیازمند نیستند. سفارت ادعای آنها را رد می‌کند و میگوید در نوبت اول زنان حامله و معیوبان را به وطن برمیگردانند. در سفارت تاجیکستان گفتند که در صورت اعلان کرانتین دیگر مهاجران را قبول کرده نمی‌توانند و کار را با شیوه برخط یا آنلاینی به راه می‌مانند. جنگسالار با نفوذی که در آدمربایی و تجاوز به ناموس یک رقیب سیاسی گناهکار می شود بلندترین مقام نظامی در افغانستان را صاحب شد. عبدالرشید دوستمی 66 ساله که در مقام معاون پرزیدنت افغانستان کار کرده است روز 15 ایول در مراسم رتبه مارشال گرفت. همکنون شمار عمومی دارندگان این رتبه بلندترین نظامی در افغانستان 3 نفر شدند. مراسم رتبه‌گیری دوستم در ولایت جوزجان برگزار شد. این قرار بخشی از سازش تقسیم قدرت میان پرزیدنت اشرف غنی و رقیب سیاسی او عبدالله می باشد که بعد چند ماه بحث بر سر نتیجه های انتخابات تیر ماهی سال 2019 حاصل شده است. دوستم در انتخابات از عبدالله حمایت کرده است و ضمن سخنرانی در مراسم رتبه‌گیری رهبریت کشور را به وحدت دعوت کرد و گفت که آنها باید اختلاف‌ها را کنار گذارند وگرنه طالبان در این جنگ پیروز می‌شوند. بر اساس سازش ماه فوریه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان حکومت باید تا 5000 طالبان و طالبان تا 1000 بیش از این را عضو زندانی حکومت را آزاد کنند. ضمن سخنرانی در مراسم رتبه‌گیری دوستم عبدالله گفت که همه طالبان زندانی آزاد می شوند و پیشبرد جریان صلح بهانه‌جویی نکنند. دوستم ایولی سال 2018 به افغانستان برگشت و در جوزجان مقیم شد. آن زمان در چندین ولایت مردم و جانبداری او برخاسته بودند. بینندگان ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری می‌کنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و آدنا کلاسیک همراهی کنید و این را هم باید خاطر رسان کنم که تنها تکیه به این خبرها نشوید و اگر هر کجا یک حادثه مهم به نظرتون میاد برای ما به شکل یا ویدیو یا به شکل خبر بفرستانید. ما منتظر با شما هستیم و منتظر همکاری با شما هستیم. خدا نگهدار.